اولین اتفاقی که داره میفته سرمایه‌گذاری رو شخصیت زن بیشتر، یعنی میگم 80% زن 20% مرد. مرد سلیقه‌اش داره عوض میشه، زن داره خودش تابع سلیقه مرده میکنه. کشاندن زن برای عرضه و این که مبنا و شأن زن بشه جلوه‌گری. گرفتی چی شد؟ این خیلی فرق میکنه. هیچ کس مخالف این نیستش که زن بره بیرون. ضوابطی داره، شرایطی داره، مثل همه کار. کجا اینا رو اسلام نهی کرده؟ برابر با مردان هجا تعداد خانم‌ها حتی بیشتر هم میشه. تو همایش‌های ما میان میشینن بحث علمیشون رو دارن. میگه بابا تو مبنا جلوه‌گری نباشه، یعنی از زن بودن جنسیت تو نبینن، انسانیتت مبنا باشه، براشون فرقی نکنه تو زنی یا مردی. وقتی ما طرف نیست، اگه کار حرفه‌ایش درست انجام شه چه فرقی میکنه که طرف میاد توی آگهی‌ها میزنه با روابط عمومی اون بالا با 200,000 تومان اضافه تر از حقوق عادی، چون 300,000 تومان صرف خدمات جنسی میشه. مبنا سر اینه عزیزم. وقتی تمام دغدغه مخ دخترا زنه میشه بابا من ببیننم. کدوم کشور اسلامی مثل ایران زن حضور تو جامعه داشته؟ دانشگاه هست، سیستم دانشگاهی ما دست خانم هاست. آقا ما میگیم هر شغلی نه به پیر به پیغمبر برات خوب نیست. در شأن ذاتاً به ذات تفاوت دارن مرد و زن. هر کی گفت عین همه بدونید احمقه، در این شکی نکنید. در امریکا زن امریکایی افتخار میکند که در خانه است و فخر میفروشد به زنان شاغل. یا زنه داره صحبت میکنه میگه آره مثلا تو این هفته اخیر مثلا کتاب فلانو خوندم. اینا برید بخونید این مقاله آمریکایی‌ها رو. میگه چطور وقت کردی بخونی؟ یا آخه من سر کار نمیرم. اصلش اینه که تو مقام تربیتی و اون خیمه‌ای هستی که بر سر خانواده افتاده. مرد اون ستون خیمه است، تو اون پارچه‌ای که پوشش میدی و ستر میکنی، خانواده رو میپوشانی، تو این شخصیت رو داری. بحثایی که من مطرح میکنم مثلا احمقانه چرا ارثیه زن نصفه؟ بابا ارثیه نصف به معنی نصف ارزش انسانی بودن که نیست. میگه یک زن توی خانواده بمیرد چقدر آسیب اقتصادی به آن خانواده میرسد، یک مرد بمیرد چقدر آسیب خانوادگی میرسد. معلومه اثر مرد تو جامعه اقتصادیش بیشتر از زنه. تو همین جامعه خودمون هم تو جامعه غرب هم همینه. از کجا؟ از همان جایی که همین اروپایی‌ها هم میخوان تبلیغات درست کنن. کی داره تو خونه ظرف میشوره و غذا درست میکنه؟ زن است. همین اروپایی‌ها میخوان تبلیغات درست کنن، زنا رو برو بدبخت کلفتی ببین، یه عمدن چیزا تحقیرآمیزو استفاده میکنن، مثل کلفت ظرف بشه. مثلا حرفا نیست. اگه اسلامش میخواد که اصلا میتونه دست به سیاه‌سفید نزنه، بگه برام کلفت بگیر. اون مهر مادرانه و زنانشه که میاد برای همسرش و بچه‌اش غذا درست میکنه. برای شیر دادن به بچه‌اش میتونه پول بده. میگه من میشینم تو خونه، من پول بدی نفقه. فکر چیه 70% گروندگان به اسلام در دنیای غرب زنن؟ امروز تو اروپا اصلا مرد زن نره سر کار ازش طلاق میگیره. میگه من خولم ببخش، میگه من خرم برم کار کنم تو بخوری. بله ما نقد به جمهوری اسلامی از این جهت داریم که چرا حقوق مردانی مکفی نیست و کافی نیست که تا نصف شب باید بمونن کار بکنن به خانواده‌شون نرسن. الزاما هم به این نیست که پول حقوقش رو زیاد کنه تورم بیاره. اینا هر کسی میفهمه. شما رفاه او رو زیاد بکنی.